درود بیکران به شما عزیزان، روزتون بخیر، سال نوتون مبارک باشه. امروز اومدیم روستای کفشکران، شهر بروجرد، استان لرستان. این اسب عربو که میبینید نمیذاره ما سوارش بشیم. چند مرحله ما سوار شدیم، ما رو انداخته و یه مقدار داره ما رو اذیت میکنه. خدمتتون عرضم اونایی که نکته امروز رو داشته باشید، اونایی که میگن پدر ما اهل ریسک نبود، ریسک پذیر نبود، نیومد 20 سال پیش فلان ملک و تو فلان منطقه بخره و الان سود کنه، شما خودت اهل ریسکی؟ اگه اهل ریسکی همین الان تو بهترین لوکیشن تهران من 1000 متر زمین بهت میدم، متری 1,000,000 تومن. شما بخر 10 سال دیگه بیا ببین چه رشدی کرده. اگه مال این حرفایی بیا